هفته خبر تو خبر داره براتون از عظمای دلنگونی که از ترس عواقب جنگ افروزیاش به روزهای ملی گرایانه رو آورده. این عزت ملی از جمله چیزهایی است که اگر چنانش در یک کشوری از بین رفت و نابود شد، هویت اون ملت نابود میشه، دیگه هیچی گیر اون ملت نمیشه. در ادامه سخنگوی دولت زرشکیان هم کنفرانس مطبوعاتیش رو تبدیل به مراسم آبقوره گیری کرد. اینا یادشون رفته که امام دجالشون درباره ملیگرایی چی گفته بود. عرض میکنم که این ملیگرایی اساس بدبختی مسلمین است. همه این ادا اطوارا به خاطر ترس از قیامیه که در راهه و خودشون هم بهش اعتراف میکنن. اینجا هم دشمن میاد شایعات رو پخش میکنه، آقا ضعیفن، آقا ملت همراهی نمیکنند. اگر شما حمله کنید مردم شورش میکنند، مردم چنین میکنند، دل مردم رو خالی میکنند، دل مؤمنان رو خالی میکنند. این هم ترس پاسدار خالیباف از وضعیت انفجاری جامعه و درموندگی آخوندها در حل مشکلات مردم. امروز مشکلات اقتصادی که ما داریم، سختی هایی که مردم عزیز ما تحمل میکنن، اگر خدای نکرده ما نتوانیم و قدرت حل این مسئله رو نداشته باشیم که موضوعات اقتصادی رو حل فصل کنیم، همه او دستاورده رو از دست میدیم. کاری که زرشکیان و تیمش برای نجات اقتصاد ایران میکنن یه چیزی تو این مایه هاست. این وسط زرشکیان هم درگیر ذوق زدگیش از بالا رفتن حقوقشه. تازه ما وضعمون خیلی خوبه. تو خوابم من نمیدیدم مثلا یه روزی اینقدر حقوق به من بدن که دارن میدن. خبر تو خبر. مشنگستان این هفته رو با یه روایت متفاوت از نظام آبکش ولایت شروع میکنیم. یعنی از روز اول ما مشکل نفوذ رو داشتیم، ولی این نفوذ حلقه های زیرین نیست، میانی به بالاست، به جهت اینکه نوع ترورها نشون میده که نفوذ میشه گفت در سطح مدیران ارشده شاید، و وقتی که نفوذ به سطح مدیران ارشد رسید اون موقع است که دشمن میوه خودشو میچینه، خوبم میشه. با این حساب ماشین ولایت یه چنین وضعیتی داره. از اون طرف کفگیر آخوندا طوری به ته دیگ خورده که با برگزاری مسابقه فوتبال، اونم با شرکت مشتی مداح چاقوکش، میخوان برای لبنان و جیب خودشون پول جمع کنن. همه این چند ده هزار عزیزی که اینجا جمع شدن رو که مشاهده میکنین، دستشون نرسیده که الان تو مرز لبنان، تو مرز غزه و فلسطین حضور داشته باشن تا بتونن جهادی کاری بکنن. کاری که از دستشون بر اومده اینه که بیان اینجا به نیابت از بچه‌های غزه، به نیابت از رزمندگان حزب الله اعلام آمادگیشون رو نشون بدن. این هم یک مسابقه رسمی فوتبال که وسطش فواره آب باز کردن، بعد تازه دم از فتح قله ها هم میزنن. این
روزا ساندیس خورا به سفارش عظما مشغول جهاد تبیینن. حاصلش این مسخره بازاره. یکی زدی میخوری چند تا ختم کلو باباتو در میاریم. آره باباتو. پس چی؟ فقط بگو که کی درش بیاری. این مشنگ و دوله هم اومد کار فرهنگی خفن کنه، اما نتیجهش این شد. سلام، بنده رو سورپرایز کردن با یه حرکت خیلی خفن. اینا دیگه کیان؟ بله سلاماتو بفرستید. خیلی خفن بود. حالا بشنوید از زرشکیان که بدجوری تو باطلاق وفاق گیر کرده. دعواهایی که الان ما میکنیم بیشتر دعوای قدرت است و پست است و مقام، اسم است و شهرت. وگرنه چه دعوایی بین ما و شما و بین کسی که میخواد خدمت بکنه باید وجود داشته باشه؟ این هم یک نمونه از وضعیت وفاق تو استبل ولایت. به نظرم یه رایزنی بکنید با آقای نوری وزیر محترم جهاد، یه گله گوسفند برای هیئت رئیسه بگیرن که دوستان وقتی قسمشون رو میشکنن بتونن در واقع برای رعایت اون قسم قربانی انجام بدن.